آفتابی تابان بشنو سلام ما را، ای غنچه ای شکوفان بشنو سلام ما را. از ساحلی زرافشان تا قلعه بدخشان، ای خلق تاجیکستان بشنو سلام ما را. قاسم زاده رحیمه هستم، خواننده ای صنف سیوم مؤسسه دولتی تعلیمی گیمنازیای رقم 2 برای خوانندگان بالیاقت ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه. من طبق نظامنامه 4000 مصرع شعرهای بچگانه، 14 داستان، شعرها از شاعران برجسته کلاسیک و معاصر تاجیک، 180 حکایه و افسانه، 120 حکایه و افسانه های جهانی، اینچنین 100 چیستان، 110 لطیفه، 140 تزگویک و 150 ضرب المثل را از بر کردم و می خواهم که پیشکش شما نمایم. بوستان چون تو جان پرور ندارم، غیری تو من دولتی دیگر ندارم، ثروت جستو به بحر و بر ندارم، تو برای من چو گنجی بی بهایی، تاجیکستان یادگاری آل سامان، تاجیکستان افتخاری آل سامان، هست آغوشی تو چون گهواره ای من، تا جهان باشد تویی چون مادری من، این تویی چون گلشنی جان پروری من، تو گلستانی بهاری دلربایی. چیستان گوی کنی؟ موزه سرخ در پایش، خشکی و آب جایش، از آب می براید با ناز و با ادایش. جواب این چیستان چیست؟ چیست؟ مرغابی. آفرین. باز رقاصی تناز است او، با فرش همراز است او، پیش و قفا هر جا رود، آزاده و زیبا شود. جواب این چیستان چیست؟ چیست؟ جاروب. نه دست دارد و نه پا، با سرش می رود راه، عمری دراز خود را در راه می کند کوتاه. جوابش چیست؟ قلم. باز دکان به دکان گفتیم، عاقبت آن را یافتیم، پول دادیم و خریدیم، آوردیم و پرتافتیم. آفرین. باز گیلیم. جواب این چیستا؟ مومیایی زردی من، داروی صد دردی من. جوابش؟ عسل. آفرین. کی باشد این پهلوان، پهلوانی بیشبان، خوابالودی زمستان، مردی کاری تابستان. چند ضرب المثل از یاد کردی؟ 150 ضرب المثل. کنی ضرب المثل ها گوی کنی؟ کاری را که خودت نمیتوانی مصلحت مده، مصلحت خوب دیشوی ندارد، زنی عاقل و دانای و پارسا، کند مردی درویش را پادشاه. چشم را زود گشا و دهان را آهسته، درخت به شمال نمی جنبد، در بوته خربوزه با اینجا نمی روید، چتر را پیش از تر شدن گیر، به مهنت شرف است، به مهنت راحت میسر نمی شود، برنج نیابی به دست گنج، دهقان باشی شدگار باش، دهقان باشی شدگار کن، عالم باشی تکرار کن. کوه را آدم را کله زیب می دهد، کوه را سنگ. آرزو سرمایه این مفلس است و ثروت دارایی نیست، وحدت دارایی است. ثروتمندی از پولهای خرد سر می زنند. فکر پایه عقل است، اول اندیشه بعد گفتار، اول ببین جای خود بعد بیمان پای خود. یوسف جان احمدزاده خوش شعری بوی نان خوان کنیم. شعر از ایجادیات استاد یوسف جان احمدزاده با نام بوی نان. کوچه پر از بوی نان، جوچه پر از بوی نان، رهگذران بوی نان، پیر و جوان بوی نان، دسته گل بوی نان، رسته گل بوی نان، وحزی کجا بوی نان، بو یکی دلجوی نان، ماشینی پرنان گذشت، از دری دکان گذشت. صده شعری کی است؟ نورعلی نورزاد. آفرین. خوان. می دمد خورشید از صبحی شبستانی صده، روستا آتش لاله ها در باغ و بستانی صده، چون شماری جمله فرزندی بشر صدگانه شد، عیدی نو آمد پیام از نیاگانی صده، از کیومرث و فریدون شد منور نام او، کرد تدبیری هوشنگ آتش چراغانی صده،
با خیالی نامده برفی زمستان این سحر آتشی افتاد در جانی من و جانی صده چون رسیدم تا به بیتی هفتمی این نو غزل حسرتی خورشید پایان یافت پایانی صده شعری بای چیچک از کیست؟ نومان رازیق خوان گلی خسرو بای چیچک گلی خود رو بای چیچک تو پیکی نو بهاری هی زبی تاقی داری چی نمد دسته تا زان برم برسته رسته پوری گل شود گل زبی کاکل شود هر کس تو رو بی بوید بی بالد و بگوید بوی بای چیچک آمد توی بای چیچک آمد. پیرمرد و سپاهی است. اثر کی هستین؟ استاد عزیز این واقعه یک چند هزار سال پیش روی داده بود. پیرمرد از دهه به شهر یک چند جوال شلغم آورد و فروخت و به پولش برنج و روغن خرید و به مرکب لاغرش نشسته به خانه‌اش رفتنی بود. خانه پیرمرد در آغوش کوهسار بود. وی به مرکبش نشسته خیلی فکرهای بزه میکرد و وی درباره لشکر چنگیزخان بسیار شنیده بود. انا گپ در همین بود که واقعه دوره هجوم چنگیزخان بله بود. همین آخران همین حکایه چی میشه؟ همین قصه چی میشه؟ و پیرمرد سرحد و همه چنگیزخان لشکر چنگیزخان به تاجیکان اسیر میافتند و حتی سرکرده اشان نیست و یک جمله رو چند بار میگفت من با نصف لشکرم آمدم. دیروز یک نصف لشکری مرا یک پیرمرد دیگر با شمشیر سخن شکسته بود. بله افسانه کرد بود نبود در شهر سمرقند یک کرد بود. وی رو از پولاد حقیقی ساخته بودند و وقتی که همه تماشابینان به دکان می اومدن می گفتن و این کرد چه خیلی خوشرو است چه خیلی تیز است. بعد کرد گفت و منظور بودم و یک جست از دکانی آخر همین حکایه چی می شود؟ کرد زنگ میزند و یک دهقان میگیرد و میگوید کردی خوب است اگر زنگش رو تازه کنیم کرد عالی جناب میشود و دهقان آن رو برده به چرخ آسیاب تیز میکند و زنگش رو تازه کرده بر غلاف میبندد و کرد دیگر به اجازت دهقان از غلاف نمیبراید. قصه گندمک بود یک گندم بود نبود یک گندمک بود. وی به سیاحت برآمد رفت و در نزد یک چشمه خوبش برد. سراغ دوست از کی بود؟ از شریفی محمدیار در سراغ دوست. این در قهرمان همین خورپشتک. بله خورپشتک بود درست است. گلستان سعدی را هم خوندی؟ بله حکایه ها. چند حکایه میدونی از گلستان؟ بسیار میدونم. بسیار میدونی؟ بله. از بهارستان چی؟ بله. از بهارستان چند حکایه میدونی؟ از بهارستان 10 تا. 10 حکایه؟ کنی یک حکایه بهارستان. کبوتری بود 2 بچه یک داشت. آنها رو خیلی دوست می داشت و به آنها از هر جا به طور انتخاب چیده غذاهای لذیذ می آورد. برای همین قدرتش تنها برای 2 بچه رو پرورش کردن می رسید. از کبوتر پرسیدن ای کبوتر چرا تو از 2 بچه دیگر بر نآری؟ مرغ خانگی رو بین چوجه های زیاد دارد. کبوتر گفت مرغ خانگی رو بینید که چوجه هایش هر پفتاف هایی که راهگذران میپرتایند آنها را استعمال میکنند، اما من به طور انتخاب هر گونه غذاهای لذیذ را به فرزندانم میآورند. با حوصله چیده میتوان تنها 2 بچه رو پرورش کرد، اما از پرتای سری را به 1000 چوجه مرغ خانگی میتوان غذا داد. برای همین این بیت درست است: خواهی که شوی حلال روزی، هم خانه مکن عیال بسیار، دانی که در این سراچه تنگ، حاصل نشود عیال بسیار. تشکر. موسیقی بیگناه روی صندلی برا، از نولکت موچی کنم، از دمکت قیچی کنم. موسیقی گفتا زرگرم، طوق طلا در گردنم، این روز توی خواهرم، خبر برم به مادرم. آفتاب برات برویم، نقره پوپک به مویم، حلقه زر به گوشم، چاینیکی چای به پیشم، ریخته دیم به آچم گوید بلاچم. از حافظ یک غزل خونید.
اگر آن ترک شیرازی اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دلی ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کناری آبی رکناباد و گلگشتی مصلا را فیغان کین لولیانی شوخ و شیرین کاری شهرآشوب چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را ز عشقی ناتمامی ما جمال یار مستغنیست با آب و رنگ و حال و خط چه حاجت روی زیبا را من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم جوابی تلخ می زیبد لبی لعلی شکرخا را نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارم جوانانی سعادتمند پندی پیری دانا را حدیث از مطربی می گو و رازی دهر کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را غزل گفتی و در صفتی بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظمی تو افشانند فلک اقدی ثریا را. من بعد بی غلط خوندن در کار چند افسانه رو نامبر کن. افسانه های خلق تاجیک دو بوزیچه، مرغ مرغابی و موش، نخودک، پلنگ و گرگ، شیرهنگ، روباه و پلنگ، حسرت دو روباه، خانه زرگوشک بود نبود یک روباه بود و همراه خرس روز دوستی کرد و آنها مصلحت کردند که شلغم لبلبو کنند. بعد آنها لبلبو رو کوریدند. بعد لبلبو چی میکنن؟ بعد لبلبو گندم. آفرین. بوی ظالم و کلی زیرک. بله خوندم. خب درباره کی؟ بود نبود یک زن بود و شوهر نداشت. شوهرش وفات کرده بود. تنها 3 پسر داشت. پسر سیومش کل بود. روزی یک پسرش گفت مادر جان با من نان تیار کنید، من به سفر میبرایم در یگان جا مردی کاری میکنم. بعد مادرش میلش گفت و بعد وی رفت در خانه بوی رو کوفت و بعد بوی در رو کشد و به او گفت من یک شرط دارم، اگر از من به غضب اومدی گوشت رو میبرم، اگر من از تو به غضب اومدم تو گوشی مرا ببر. میلش میگوید اگر خفه شوی اونجا همیشه نوشته شده اگر خفه شوی. بعد پسر دوم هم میآید به گوش ببینی میماند. پسر سیوم میآید هر روز 10 جوال یک جوال خلطه رو یک جوال گندم رو گرفته میریزد و باز یک برزگاوی یوغ سپا رو میشکند و یک برزگاوی بوی رو میکشد. بعد روز بوی همراه زمش مصلحت میکنند که گریزند. بعد کل این مصلحت آنها رو میفهمد و همه چیزهای قیمت بهایی که آنها در صندوق داشتن آنها رو میبرورد و خودش در آنجا پنهان میشود. شب بوی همراه زمش میروند و به یک صحرا میروند. لطیفه گوید از او باید کنی. جوها از مکتب برمیگردد و میبیند که پدر رو از سوراخ در میبیند که پدر و مادرش ماهی خورده ایستادن. بعد پدر و مادرش یکی میگوید بیا زودتر خوریم که حاضر جوها میآید و همه ماهی رو میخورد و آنها 2 ماهی کلان رو گرفته به تگ دسترخوان پنهان میکنند و یک ماهی خوردکک رو میگذارند. جوها به خانه نزدیک میشه، به خانه میدراید و پدر و مادرش میگوید پسر جان ما تو رو انتظار بودیم، ما همین یک ماهی بود، ما برای تو موندیم. بعد پدرش میگوید تو میدونی که شاه سلیمان کی بود؟ بعد جوها گوشش رو به لب ماهی نزدیک میکند و میگوید پدر جان این ماهی خوردکر میگوید که من در آن وقتا نبودم، شاید از 2 ماهی تگ دسترخوان پرسه.
از باقی رحیمزاده. چشمش علا شد. علی جانی با آداب گوش به من ده مکن خوب. بود نبود یک پلنگی با یک روباهی لنگی، در یک بشه جو داشتند با هم مراسا داشتند. یک جای کار میکردند، هر دوشی کار میکردند. وقتی شکار همیشه روباهی پر اندیشه، هیله میکرد و نیرنگ پیش میگردید از پلنگ. سیده اگر شد پیدا روباه استاده در جا، دومش را می جنبانید پلنگ را می فهمانید. پلنگ که نزدیک آمد به غوریدن در آمد، بعد از آن تای شیرمست با تمامی زور و شست گربه را لگد کوب کرد، تازه هم لگد کوب کرد. خرگوش گفت تا زیری لب، عجایب شد و عجب، پهلوان زیری پا شد، اما چشمش علا شد. چند تیز گوی از یاد کردی؟ 100 تا. کنی چند تاشو گوی کنی؟ بود نبود نخود بود، نخود در آب بود، آب در دیگ بود، دیگ در توبه بود، توبه در آشخانه بود، آشخانه در بنا بود، بنا در محله بود، محله در ناحیه بود، ناحیه در شهر بود، شهر در جمهوری، جمهوری در کره زمین، کره زمین در همه جا بود. نخود بود، نخود در آب بود، آب در دیگ بود، در توبه بود، توبه در آشخانه بود، آشخانه در بنا بود، بنا در محله بود، محله در ناحیه بود، ناحیه در شهر بود، شهر در جمهوری بود، جمهوری در کره زمین، کره زمین در همه جا. و ها بازد بسکتبال ولی والیبال، و ها بازد بسکتبال ولی والیبال، و ها بازد بسکتبال ولی والیبال. 100 تا سفیدار، 100 سیب و انار، 100 صده و بیت 33 سیبی سفید. 100 تا سفیدار، 100 سیب و انار، 100 صده و بیت 33 سیبی سفید. 100 تا سفیدار، 100 سیب و انار، 100 صده و بیت 33 سیبی سفید. عید مهرگان جشنی حاصل است، رقص و موسیقی شادی ایدیل است. حاصل فراوان زندگی آسان، تحسین و احسن به مرد دهقان. درباره وحدت درباره وحدت از زحمتی دستان ما پرفیض دسترخوان ما، از وحدت و مهر و وفا بالاست شأن و شان ما. از تحت دل غیرت کنیم، غیرت پی مهنت کنیم، بالای سرها پرفشان ما پرچمی وحدت کنیم. ندای آب از استاد مرادعلی صابر. می روم با سر شتابان سوی صحرا و بیابان، روز و شب بی راحت و خواب کشتها را می دهم آب. هر کجا باشد بیابان می کنم من باغ و بستان، سبزه تا شادان برآید بیدی مجنون مو کشاید، تا که گندم خوشه بندد تا که مردم خوش بخندد. می روم با سر شتابان سوی صحرا و بیابان. تشکر دکتر جان. من جلال و نیلوفر خواننده صنف 2B لیسه رقم 4 برای خوانندگان بالیاقت شهر دوشنبه من میخواهم برایتان یک شعر دوست داشته‌ام را قرائت نمایم. شکرانه کنیم که تاجیکستان داریم، رو جانب نوری مهری تابان داریم، همره شب مرزی عالی سامان داریم، محبوب دل امام علی رحمان داریم. من زیاده از 50 افسانه. خوش نام برکن کنی افسانه هاتا. افسانه مرغ مرغابی و موش، روباه نادان، پلنگ و روباه و روباهش کمکلان. باز روباهی لاغر و گرگش کمکلان. چلالی و موش. یک روز به نزدی یک پسرک یک گربچه دویده آمد. گربچه خیلی گرسنه بود و به پسرک گفت من گشنم، چیزی نداری که خورم؟ پسر گفت بیا به خانه من میرویم، در خانه من چیزها زیاد است. گربچه همراه پسرک به خانه پسرک رفتند. پسرک یک نان که داشت برای خوردنی خودش مانده بود، لیکن به گربه چیزی نرسید. پسرک به گربه همان نانی که باید خودش خورد به گربه داد. گربه به او رحمت گفت. گربه از خانه پسرک برآمده رفت. باز به نزدیک به گرگ گفت گرگ تو مرا نمیخوری؟ گرگ گفت من تو را میخورم. و گربچه گفت
چرا میخوری؟ گور گفت برای اینکه من گرسنه هستم. گور روباه را فریب کرده به یک کنجی خانه آورده گفت تو به آن طرف نگاه کن، من حاضر می آیم. گربچه به آن طرف نگاه کرد و گرگ او را خورد. چند چیستان اذیت کردی؟ زیاده از 50. زیاده از 50؟ کنی چند تا چیستان گوی؟ یک عمر در دمی در سرگرمی خانه پایی، به رخصتش به خانه هرگز نمی درایی. جوابش قلف. یک پارچه زمین داشتم، تخمی سیاه کاشتم، با چشم خود بدیدم، با عقل خود شناختم. جوابش کتاب. به آن نمی کند کار، یخدان و تلویزیون. جوابش برق. چند ضرب المثل اذیت کردی؟ ضرب المثل زیاده از 50. کنی چند تا شدی؟ سنگ وزمین را آب نمی برد، از دلازار همه بزار مهنت کنی راحت می بینی. من شاعرها رو میدونی که برای شما شعر ایجاد میکنن. شاعر گلچهره سلیمانی، اکبر قادری، خلیفه بابا جمعه زاده، نریمان بقازاده و لطافت کنجی و عبید رجب. گلی انار، نغمه تار، بوی بهار خواهرکم، اله شب، خنده لب، خانه گپ خواهرکم، مرغ سحر، شیر و شکر، رنگی پسر خواهرکم، حلقه بمو، لاله برو، غنچه ببو خواهرکم، نوپر و بال، دانه خال، کانی سوال خواهرکم، چمن چمن گلی سمن جانک من خواهرکم. روز مادرم، خوش روز مادرم، دلسوز مادرم، گنجی یگانم، خورشیدی خواهرم، فرزندی تو بزرگ، فرزندی تو کلان، مانندی زندگی، عمری تو جاویدان، مرد ندیده ام مثلی تو بردبار، فرد ندیده ام مثلی تو خاکسار. خوش روز مادرم، دلسوز مادرم، نامی بلندی تو تا کهکشان برم. درباره پدر یک شعر خونید؟ چی محبوبی چی جانانی پدر جان، گلی عشق دلی جانی پدر جان، به چشمی منزی هر چیزی که گویند، چی خوب است این به از آنی پدر جان. بسیار ناز. اکنون درباره مادر خونید؟ مرا سحر کی خزاند، مادرم کی سوی آبی جو خواند، مادرم کی کرته‌ام بپوشاند، مادرم کی چای گرم نوشاند، مادرم کی گل به دست من داد، مادرم کی مکتبم فرستاد، مادرم مرا کی گفت قابل، مادرم کیست به من جان و دل، مادرم. معلمی مهربان مهرتان در دل و جان، لفظی شیرینی روان ما از شما آموختیم، به هر سوال جواب را، دانستنی حساب را، هم خواندنی کتاب را ما از شما آموختیم، حفظ خاک وطن را، به وی صادق بودن را، وصف باغ و چمن را ما از شما آموختیم. آفرین. پاس دارم قطره آبی وطن، گردی خاک و ریزه نانی وطن، شاد دارم زندگی در دامنش، سبز عمرم در سری خاکی وطن. روز استقلال تاجیک زنده باد، جشن استقبال تاجیک زنده باد. بود یک دوره برای بخت ما، حسن روزافزون بخارای شریف، بر دوشنبه عالی سامان پا نهاد، شد دوشنبه چون بخارای شریف. روز استقلال تاجیک زنده باد، جشن استقبال تاجیک زنده باد. تاجیکستانم دیاری به نظیر، خشت کاهی وحدتت فرخونده باد. رنج و آزار نبینی هیچ گه، شهستونی دولتت پاینده باد. روز استقلال تاجیک زنده باد، جشن استقبال تاجیک زنده باد.